أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل خوشبختم که در این جلسه که برای تجلیل از یکی از مدرسین به نام حوزه های علمیه پاکستان جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای نوروز علی منعقد گردیده شرکت کنم. یکی از مفاخر جهان تشیع و ویژگی های جهان تشیع و مدرسه اهل بیت همین حوزه های علمیه می باشد. برای اینکه تنها مدعا نباشد، من شاهدی البته با خیلی مختصر عرض می کنم. ما اگر آیات قرآن را ملاحظه کردیم، وقتی که میبینیم قرآن کریم درباره انبیاء گذشته و امتهای گذشته چندین بار اشاره فرمودند و اشاره کردند، میبینیم که از زمان حضرت نوح تا بقیه انبیا تا پیامبر معظم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم آیات قرآنی تأکید می‌ورزد بر دو امر، گذشته از بقیه مطالب، ولی دو امر: یک مسئله توحید و مسئله معاد. از زمان حضرت نوح شما اگر ملاحظه کنید الان آیات قرآنی وقتی که خداوند تبارک و تعالی درباره امم گذشته و انبیاء گذشته صحبت می کند و دعوت می کند، گاهی امتها را سرزنش می کند، تأکید می کند آیات قرآنی بر این دو امر، توحید و معاد. خب لازمه این تأکید چیه؟ دقت کنید، لازمه این تأکید اینه که این دو مفهوم و این دو امر، با این که دو امر ساده هستن، خیلی پیچیده هم نیستن، ولی امتها و اقوام نتونستند بر این دو امر این دو امر را محافظت کنند. یعنی حضرت نوح زحمت کشید، حضرت ادریس زحمت کشید، بقیه انبیا زحمت کشیدن، قربانی شدن برای این که این دو امر را بین امتها تأکید کنند. ولی باز هم میبینیم وقتی که پیامبر به رحمت خدا میرود، شهید میشود، میبینیم امتها منقلب میشن. یعنی نتونستند بر این دو امر بیستند، چه برسه به بقیه تعالیم و احکام دین خودشون. ولی ما وقتی که امت اسلام را ملاحظه میکنیم، خصوصا مدرسه اهل بیت را ملاحظه میکنیم، میبینیم که
تعالیم اسلام با گذشت بیش از 1400 سال ولی تعالیم اساسی اسلام حفظ شده. این دو امر و این دو رکن و بقیه ارکان مختل نشده. یکی از دلایل حفظ این ارکان دین حوزه های علمیه است. اگر حوزه های علمیه با این ویژگی ها نبودند، مطمئن باشید هیچ اثری از دین باقی نمیمونه. کما اینکه گاهی ما میبینیم بعضی از اقوام منحرف، بعضی ها هم خودشون را به تشیع و به اهل بیت میچسبانند، ولی میبینیم که هیچ آثاری از تعالیم دین مبین اسلام در فرهنگ اونها وجود نداره. چرا؟ چون اینها ارتباطی با این حوزه های علمیه ندارند. پس حوزه های علمیه اصیل با این ویژگی هایی که دارن تونستن دین را در این برهه طولانی حفظ کنن. البته نواقصی هست، مشکلاتی هست، اون به جای خودش، بالاخره ما همه بشر هست. ولی این فرق اساسیه بین مدرسه اهل بیت و بقیه اقوام و گروه ها. خصوصا حوزه های علمیه‌ای که منتسب به اقوام اصیل جهان تشیع. خیلی آقایون، علمای گذشته، اساتید گذشته، مبلغین برجسته زحمت‌های زیادی کشیدند تا تونستند این حوزه ها را حفظ کنند. از جمله حوزه های علمیه پاکستان، چون ما از قدیم به نحوی با طلاب پاکستانی و شبه قاره مرتبط بودیم و از قدیم میدونیم شرایط حوزه ها و بخشی از تاریخچه این حوزه ها و زحمت هایی که علمای شبه قاره و خصوصا پاکستان داشتند. زمان مرحوم آقای حکیم بزرگ خیلی ایشون تلاش کردن که این حوزه ها رونق کند و یکی از افرادی که مسئولیت پیگیری طلاب پاکستانی در نجف اشرف را به عهده داشتن جدمون مرحوم آیت الله سید محمد علی حکیم بودن. ایشون مستقیم اوضاع طلاب پاکستانی و شبه قاره را پیگیری میکردن، البته با معاونت مرحوم آقای سید صادق علی شاه. گاهی بعضی از آقایون میشناسن. خیلی عنایت خاصی داشتن و اهتمام خاصی داشتن که این حوزه ها رونق پیدا کند و طلاب گروه در اون زمان می آمدن حوزه نجف درس می خوندن، چند سال می موندن، بعضی ها البته با اختلاف مراتب علمی بر می گشتن به شهر و کشور خودشون انجام وظیفه می کردند. از جمله استاد فقید آقای شیخ نوروز علی. من اون زمان اول جوانیم بود، خب ایشون نمیشناختیم، ولی من اسم ایشون را چندین بار از زبان جدمون شنیده بودم. ایشون تعریف میکردن که چند نفر از طلاب پاکستانی اینها فاضل بودن، متدین بودن، زحمت میکشیدن در درس و در تحصیل،
اسمی آوردن، از جمله اسم ایشون، با اینکه من هیچ رابطه‌ای و هیچ اصلا ندیده بودم ایشون را. ولذا بعد از این که من مهاجرت کردم، اولین باری که ایشون دیدم اسم ایشون نزد من آشنا بود. پس ایشون از اول که طلبه بودن، یه طلبه جوان بودن، هم فاضل بودن و هم متدین بودن به شهادت یکی از اساتید برجسته حوزه نجف. خب این یه امتیازیه که یه طلبه بیاد عنایت ویژه به تحصیل و استفاده از فرصتها و حفظ تدین و تقوا. آقای شیخ نوروز آدم خاموشی بود، بی ادعا، ولی فاضل، زحمتکش، پرتلاش و متدین. چندین سال هم که گاه خدمت ایشون می رسیدیم همین مزایا را از نزدیک لمس کردم و این درسی است برای همه طلاب که از این نمونه ها و از این اساتید عبره بگیرن و استفاده کنند. اون زمان شرایط حوزه نجف خیلی سخت بود. الان فرصت نیست که من عرض کنم بعضی مشکلاتی که از طرف رژیم‌های حاکم اون زمان در عراق چه زجرهایی چه قربانی‌های حوزه نجف در برهه‌های مختلف تقدیم کرده. ولی با این شرایط ما دیدیم که خیلی از طلاب حوزه که از کشورهای مختلف آمده بودن اون زجرها را، اون مشکلات را تحمل کردن فقط برای تحصیل، که الان طلاب امروز 1/10 اون مشکلات با 1/10 این مشکلات مواجه نیستن، ولذا هیچ عذری هم ندارن با وجود مشکلات. من نمیگم مشکلات و نیازها و نقصها و اینا هست، ولی وقتی که میخواییم بررسی کنیم، مقایسه کنیم، اصلا قابل مقایسه نیست. خیلی در اون زمان یادم خیلی مرحوم جد من آقای سید محمد علی خیلی تعریف میکردن. حتی حالا ناگفته نماند ایشون بعد از رحلت مرحوم آقای حکیم بزرگ به دعوت مردم و علمای پاکستان تصمیم گرفتن به پاکستان منتقل بشن، انتقال نهایی ها، این که برن تبلیغ. یادمه جوان بودم اون زمان، برای ما خیلی عجیب بود که مثلا ایشون با اون شأنی که در حوزه نجف داشتن ولی حوزه نجف را ترک کنن بیان منتقل بشن به پاکستان. ایشون هم انگیزش این بود که برای رونق چیز یافتن بیشتر حوزه های علمیه پاکستان من خودم میرم و مشکلات و این غربت و مسائل دیگر رو تحمل میکنم برای انجام وظیفه. ولی بعداً از طرف رژیم های حاکم عراق مواجه مشکل شدن که نتونستن برن. ببینید این علما اینقدر تا این حد آماده تقدیم خدمت و زحمت و تحمل مشکلات میکنن. البته من این رو هم درک کردم و لمس کردم وقتی که رفتم پاکستان. خب دیدم اون زمان قبل از تقریباً 25 سال، ببخشید قبل از همون حدود 25-26 سال رفتم پاکستان، سر زدم حدود 45 روز موندم اونجا. اون شرایطم خیلی شرایط سختی بود از نظر امنیتی. جاهای مختلف
سند و پنجاب و سرحد و نمیدونم بلوچستان اونها رفتیم. گاهی لباس عوض میکردیم، شرایط اجازه نمیداد و رفتیم و دیدیم که علما و طلاب چقدر زحمت میکشن و قربانی میدن برای انجام وظیفه. این درسی است برای طلاب امروزی که الان در حوزه های قم یا نجف هستن. باید این درس آموزنده باشه. هم دو رکن ما داریم، یک علم، یک تقوا. الحمدلله الان همه وسایل فراهم هست، همه وسایل فراهم هست. مشکلات هم هست، من انکار نمی کنم، ولی اون زمان طلبه برای این که یک کتاب را بخرد چقدر باید زجر بکشد و زحمت بکشد تا یک کتاب را بخرد. در حوزه نجف تهیه نون اون زمان، البته تهیه نون هم نون معمولی آسون نبود. بعضی از مراجع شهریه نمیدادن، کارت نون میدادن، چون تهیه نون زحمت بود، مشکل بود. این باید درس عبرت بشه. آقای شیخ نوروز با زحمت، با تلاش تونستند از فرصت وجود خودشون در حوزه نجف استفاده کنند و این دینی که برگردنشون شد ادا کنند در خدمت به طلاب و حوزه های علمیه. به نظر میرسه الان خیلی از فضلای پاکستان به نحو مباشر یا غیر مباشر از ایشون استفاده کردن و بهره بردند. خب این صدقه جاریه هست برای انسان. انسان چی میخواد در این دنیا؟ این یه نکته. نکته دوم تقوا و تدین. ببینید این آسون نیست. کسی بیاد 10 سال زحمت بکشه ولی از خودش تعریف نکنه، تبلیغ نکنه، خاموش باشد، با اینکه اهلیت داره. گاهی میبینه افرادی که در سطح خودشون مقام دارن، جاه دارن، امکانات دارن، ولی ایشون یه روشی را انتخاب کردن و خلایی پر کردن بدون هیچ ادعا. این آسون نیست. همون شهادتی که من اون زمان، این حرفی که میزنم مال 50 سال قبله، که از زبان جدمون درباره ایشون میشنیدم تا آخر عمر ایشون من لمس کردم. این آسون نیست که انسان هم عالم باشه، خدمت انجام بده، زحمت بکشه و هیچ ادعایی، هیچ توقعی هم نداشته باشه، بلکه در بعضی موارد اصلا قبول نمی کرد کسی از او تعریف کنه. قبول نمی کرد، نه فقط خودش تبلیغ نمی کرد، اصلا قبول نمی کرد کسی از او تعریف کنه و تبلیغ کنه. اینا حجتی است که این افراد روز قیامت حجت میشن بر ما که امکاناتمون، شرایطمون از اونها خیلی بهتر و آسایش بیشتر هست، ولی گاهی نتونیم انجام وظیفه کنیم. شنیدم ایشون هم یه عنایت‌های خاصی به طلاب خودشون داشتن بدون مدارات. البته مدارات اخلاقی هست، نه بدون مدارات از نظر علمی. صریح بودن،
سعی میکردن طلاب را بر اساس علم واقعی تربیت بدن، پیگیری میکردن شؤون طلابشون. اگر مطلبی نزد اونها روشن نباشه، واضح نباشه، سعی میکردن توضیح بدن، پیگیری میکردن، تربیت میکردن، نه فقط درس میدادن. فرق هست یه مدرسی که درس میده و مدرسی که تربیت کنه شاگردانش را. انشاءالله این زحمت ها، این تلاش هایی که ایشون داشتن، این روحیه‌ای که داشتن، ذخیره آخرت خودشون باشه انشاءالله و درس عبرتی برای بقیه طلاب باشه که بتونن این خلاها رو پر کنند. اذا مات العالم ثلم في الاسلام ثلمه لا يسدها الا عالم مثله، در بعضی از آثار و روایات داریم. بالاخره اونا زحمت کشیدن، نسل های بعد هم باید زحمت بکشن. اینجا هم من حالا به نوبت خودم چند بارم عرض کردم به آقایون، طلابی که مشکلات خاصی داشته باشن، طلابی که نظر خاصی داشته باشن، بیان مطرح کنن. سعی کنیم که با هم همکاری کنیم در حد امکان که بتونیم با همکاری انجام وظیفه کنیم بدون هیچ توقع. البته پس اثر حوزه های علمیه در حفظ این آیین و این مدرسه اهل بیت و تعالیم دین نمایانه. اگر این حوزه ها نباشه، هیچ اثری از دین و هیچ اثری از تعالیم دین و احکام دین باقی نمیماند. و لذا ما میبینیم ائمه اهل بیت چقدر تأکید کردن بر حفظ این روش و این مسیر. ما روایت داریم زمانی که حضرت امام باقر علیه السلام در احتضار بودن، امام صادق علیه السلام کنارشون بودن. حضرت فرمود یا بنی اوصیک باصحابی خیرا. ببینید وصیت امام باقر به امام صادق. در روایت آمده جواب امام صادق این بود یا ابا لاجعلن الرجل منهم يكون في المصر لا يحتاج ان يسأل احدا. یعنی این قدر علم و معرفت به اینها تزریق میکنم که دیگه نیازی به دیگران از نظر علمی و تربیتی و فرهنگی نداشته باشن. البته این آسون نیست. شما حساب کنید در مقابل دستگاه دولتی اون زمان امام باقر، امام صادق علیه السلام بتونه در مقابل اون دستگاه، در مقابل اون تبلیغات، در مقابل اون فشارها یه مدرسه کامل متکامل تأسیس کنه. در هر شهر، در هر منطقه، در هر گوشه میبینید این اصحاب امام صادق، اون از اصحاب امام صادق، این از اصحاب امام صادق. علی ابن حسن و شاه معروف روایت ایشون میگه ادرکت فی مسجدکم هذا، یعنی مسجد کوفه، 900 شیخ، 900 شیخ، كل يقول حدثني جعفر بن محمد. آثار این عنایت ائمه علیهم السلام و اون زحمت ها و قربانی هایی که خود ائمه و اصحاب ائمه داشتن همین حوزه های علمی هست. پس بدونیم اینها، این ذخیره گرانبها مجانی دست ما نرسیده.
اینا تلاش زحمت ها و قربانی های اهل بیت و اصحاب اهل بیت بوده، مسئولیتی که باید حجم اون را درک کنیم تا بتونیم انجام وظیفه کنیم. همه ما بتونیم وظیفه خودمون را درک کنیم و انجام این وظیفه ها را داشته باشیم. انشاءالله ذریه این علمای بزرگ هم ذکر حسن و صدقه جاریه برای آبا و اجداد خودشون باشند. از خداوند تبارک و تعالی عنایت میکنیم که انشاءالله همه این علما، همه بزرگان، شهدا، مؤمنین را غرق رحمت خود عنایت بفرمایند و توفیق این مسیر را به ما هم عنایت بفرمایند جهت شادی ارواح علما، شهدا، خصوصا مرحوم آقای شیخ نوروز علی و آقای شیخ محسن علی هم سوره حمد و فاتحه، سوره حمد و توحید با صلوات بر محمد و آل محمد عنایت بفرمایید.